بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله اینی اعوذ بک به تحقیق من پناه میبرم به تو من عذاب القبر از عذاب قبر و اعوذ بک و پناه میبرم به تو من فتنة المسیح الدجال از فتنه مسیح الدجال و اعوذ بک و پناه میبرم به تو من فتنة المحیای از فتنه زندگی و الممات و از فتنه مرگ. اللهم یا الله اینی اعوذ بک و تحقیق من پناه میبرم به تو من المأثم از گناه و المغرم از قرضداری. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله اینی یقینا که من اعوذ بک پناه میبرم به تو من عذاب القبر از عذاب قبر و اعوذ بک و پناه میبرم به تو من فتنه از فتنه المسیح الدجال مسیح دجال و اعوذ بک و پناه میبرم به تو من فتنه از فتنه المحیا زندگی و الممات و مرگ. اللهم یا الله اینی یقینا که من اعوذ بک پناه میبرم به تو من المعثم از گناه و المغرم و از قرضداری. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله اینی یقینا اعوذ بک پناه میبرم من العذاب قبر از عذاب قبر و اعوذ بک و پناه میبرم من فتنه از فتنه مسیح دجال اعوذ بک و پناه میبرم به تو و اعوذ بک و پناه میبرم بر تو من فتنه از فتنه المحیا زندگی و الممات و مرگ. اللهم یا الله اینی یقینا اعوذ بک پناه میبرم بر تو من المعثم از گناه و مغرم و از قرضداری. خب دعای دیگه که ما شما میخوانیم چی است؟ اللهم اینی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا الله إني يقينا كمان ظلمت ظلم نمودم نفسی بر نفس خود ظلما كثيرا ظلم بسیار زیاد ولا یغفر و نمی بخشد الذنوب گناهان را الا مگر انت تو فاغفر لی پس مغفرت کن مرا مغفرتا مغفرت من عندك از جانب خودت وارحمنی و رحم کن بالای من انک یقینا که تو انت توی الغفور بسیار بخشاینده الرحیم بسیار مهربان. اللهم یا الله اینی ظلمت یقینا من ظلم نمودم نفسی بالای نفس خود ظلما کثیرا ظلم بسیار زاد ولا یغفر و نمی بخشد ذنوب گناهان من الا مگر انت تو فاغفر لی ببخش او را مغفرت من عندک از جانب تو وارحمنی و رحم کن بالای من عندک یقینا که تو انت توی غفور بسیار مغفرت کننده الرحیم بسیار با رحم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله سبحانه و تعالی اینی یقینا که من ظلمت ظلم نمودم نفسی بالای نفس خود ظلم کثیرا بسیار زیاد ولا یغفر و نمی بخشد الذنوب گناهانم را الا مگر انت تو فاغفر لی می بخشی پس ببخش مرا مغفرت من عندك از جانب خودت وارحمنی و بالای من رحم کن انک یقینا که تو انت توی الغفور الرحیم بسیار بخشاینده توبه الرحیم بسیار مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی یا الله سبحانه و تعالی یقینا که من ظلم نمودم نفسی بالای نفس خود ظلم کثیرا بسیار زاد ولا
ولا یغفر و نمی بخشد ولا یغفر و نمی بخشد الذنوب گناهان را الا مگر انت تو فاغفر لی پس مغفرت کن برای من مغفرتا من عندک مغفرتی که از جانب الله سبحانه و تعالی است وارحمنی و رحم کن بالای من انک یقینا که توی الغفور بسیار مغفرت کننده رحیم بی نهایت مهربان. اللهم یا الله اینی یقینا ظلم کردیم نفسی بالای نفس خود ظلما کثیرا ظلم بسیار زیاد ولا یغفر و نمی بخشد الذنوب گناهان را الا مگر انت تو فاغفر لی مغفرت کنی مرا و مغفرت من عندک مغفرتی که از جانب خودت باشه و رحمی و مرا ورحمنی و مرا و بالای من رحم کو انک یقینا تو غفور بسیار بخشاینده هستی الرحیم بسیار با رحم. یکی از دعاهایی که از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده که بعد از درود خوانده این دعاست که اللهم اغفر ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم يا الله اغفر مغفرت کن ما آنچه را که قدمت پیش گناه کردم و ما اخرت و آن گناهان را که تأخیر نمودم و ما اسررت و آن گناهان را که در سری یا مخفی انجام دادم و ما اعلنت و آن گناهان را که جهری انجام دادم یا آشکارا انجام دادم و ما اسرفت و آنچه را که زیاده روی نموده ام و ما انت اعلم به منی و ما و آنچه را که انت تو اعلم و داناتر هستی به به آن منی نسبت به من انت المقدم تو پیش از همه هستی و انت المؤخر و تو بعد از همه هستی لا اله نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه الا مگر انت تو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اغفر یا الله ببخش ما قدمت آن گناهی را که پیش انجام دادم و ما اخرت و آن گناهی را که تأخیر کردم و ما اسررت و آن گناهی را که به پنهانی انجام دادم و ما اعلنت و آن گناهی را که به آشکار انجام دادم و ما اسرفت و همچنان ببخش آن چیزی که من اسراف کردم و زیاده روی کردم و ما انت و آنچه که انت تو اعلم و داناتری به به آن منی از من انت المقدم توی پیش از همه و انت المؤخر و توی بعد از همه لا اله نیست هیچ ذاتی که لایق عبادت و قانونش تصویب شوه الا انت مگر توی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله اغفر ما را ببخش ما قدمت و آن گناهی که قدیم انجام دادم و ما اخرت و با آن گناهی که تأخیر کردم و ما اسررت و با گناهانی که پنهان انجام دادم و ما
اعلنت و با آن گناه که علنی انجام دادن و ما اسرفت و با آن چیزی که اسراف نمودن و ما انت و تو و ما آن گناه که انت تو اعلم و عالمتر هستی به با آن منی بر من نسبت به من انت المقدم توی مقدمتر از همه و انت المؤخر و توی مؤخرتر از همه لا اله نیست هیچ کسی که قانون شریعتش تطبیق شود و ذاتش پرسته شود الا انت مگر توی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله سبحانه و تعالی اغفر ببخش ما را ما قدم تو گناهان را که قدیم انجام دادیم و ما آخر تو و گناهان را که تأخیر کردیم اخیرا انجام دادیم و ما اثر تو و گناهان را که پنهان انجام دادیم و ما اعلن تو و گناهان را که آشکارا انجام دادیم و ما اسرف تو و گناهان را که و آنچه را که اسراف کردیم و ما انت و توی عالم و ما و بر او گناهان که انت تو عالم و عالمتری به آن منی نسبت به من انت تو المقدم توی مقدم هستی و انت المؤخر و تو مؤخر یعنی بعد از همه تو هستی مؤخر و بعد از همه هستی. لا اله الا نیست هیچ کسی مستقیم که ذاتش عبادت شود و قانون شریعتش تطبیق شود الا انت مگر تو بغیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله اغفر ببخش ما قدمت آن گناهانی را که قدیم انجام دادم و ما اخرت آن گناهانی را که اخیر انجام دادم و ما اسررت آن گناهانی را که سری و مخفی انجام دادم و ما اعلنت آن گناهانی را که علنی انجام دادم و ما اسرفت آن چیزی که از من زیاده روی و اسراف شده و ما انت و ما و آن چیزی را که انت تو اعلم به او میفهمی بهی منی نسبت به من انت تو المقدم اول مقدمتر و اولتر هستی از همه و انت و تو المؤخر آخری و بعدتر از همه هستی. لا اله نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شود و قانون شریعتش تطبیق شود الا مگر انت تو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا الله اغفر ما را ببخش ما قدم تو آنچه را که پیش انجام دادم و ما آخر تو آنچه را که آخر انجام دادم و ما اسرار تو آنچه را که مخفی انجام دادم و ما علن تو آنچه را که آشکارا انجام دادم و ما از رفت و آنچه را که اسراف نمودم و ما انت و ما آنچه را که انت تو عالم و عالمتر هستی به به آن منی نسبت به من انت تو المقدم قبل از همه هستی و انت المؤخر و بعد از همه هستی. لا اله الا الله لا اله هیچ کس نیست مستحق این که ذاتش عبادت شود و قانون شریعتش تطبیق شود الا انت مگر تو مگر تو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا اغفر مغفرت ما قدمت آنچه را که پیش انجام دادم و ما اخرت و ما اخرت و آنچه را آخر انجام دادم و ما اسررت آنچه را که مخفی انجام دادم و ما اعلنت آنچه را که آشکارا انجام دادم و ما اسرفت و آنچه را که زیاده روی کردم یا اسراف کردم و ما انت و آنچه را که تو علم و لترستی به با منی از نسبت به من انت المقدم تو پیش از همه هستی و انت المؤخر و تو بعد از همه هستی. لا اله نیست کسی که ذاتش عبادت شود قانون شریعتش تطبیق شود الا مگر انت تو. بسم الله الرحمن الرحیم. ما و شما دو دعای قنوت داریم. یک دعای قنوت است که ایره میخوانیم باز دو میشه بخواین اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نشکرک
ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. خب بسم الله الرحمن الرحیم ترجمهش است اللهم یا الله سبحانه و تعالی إن يقينا كما نستعينك از تو استعانت و کمک می خواهیم و نستغفرك از تو مغفرت می خواهیم و نؤمن بك و ایمان می آوریم به تو و نتوکل علیک و بر تو توکل می کنیم و نثنی علیک و ثنا می فرستیم بالای تو الخیر ثنای نیک و نشکرک و شکر تو را ادا می کنیم ولا نکفرک و کفران نعمتهایت را نمی کنیم و نخلع و می گذاریم و نترک و ترک می کنیم من اشخاص را که یفجرک به اطاعتی تو را می کنند اللهم یا الله ایاک فقط تو را نعبد عبادت میکنیم ولک و فقط برای تو نصلی نماز میخوانیم اللهم یا الله ایاک نعبد فقط تو را عبادت میکنیم ولک نصلی و فقط برای تو نماز میخوانیم و نسجد و سجده میکنیم و الیک و بسوی تو نسعى سعی و کوشش میکنیم و نحفد و در خدمت دین تو هستیم و نرجو رحمتک و امیدوار رحمتت هستیم و نخشى عذابک و می ترسیم از عذاب تو ان عذابک یقینا که عذاب تو بالکفار بکافران ملحق پیوست است